خب بیایم روی دسکتاپ من منو ابزار سلکشن رو باز میکنم. این منو ابزار سلکشن رو که باز میکنم شامل ابزار سلکشن تول، دایرکت سلکشن تول و گروپ سلکشن تول، ماجیک وند تول و لاسو تول هست. من این شکل رو قبلا از سایت فری پیک دانلود کردم و همونجور که دانلودش کردم اومدم اینجا توی ایلاستریتور بازش کنم برای اینکه به کمک ابزارهای سلکشن بیام و بخش‌های مختلفش رو سلکت کنم که اگر تغییری نیاز بود روی این وکتور اعمال بکنم و بنا به کاربردی که ازش میخوام ازش استفاده کنم. حالا سوالی که برای من پیش میاد اینه که میخوام ببینم از کدوم یکی از ابزارهای سلکشن میتونم استفاده کنم و به بخش‌های مختلف این وکتور ترسیم شده که دانلود کردم دسترسی داشته باشم. اولین بخشی که به چشم من آشنا میاد ابزار سلکشن تول هست. سلکشن کلید میانبرش V هست و دایرکت سلکشن کلید میانبرش A هست. کلیدهای میانبر دایرکت سلکشن تول و سلکشن تول برای ما اهمیت داره، پس الان تکرارش میکنم برای اینکه توی ذهنمون داشته باشیم. پس سلکشن تول کلید V و دایرکت سلکشن تول کلید A. حالا ببینیم مثلا تفاوت این سلکشن تول و دایرکت سلکشن تول چی هست و کجاها از کدوم یکی بیایم استفاده بکنیم. ببینید من ابزار سلکشن تول رو بردارم. اینجا میتونم درگ کنم و همه بخش ها رو سلکت بکنم که خب به کار من نمیاد. من میخوام یک بخش رو سلکت بکنم، فقط یکی از بخش ها رو سلکت بکنم. میبینم که با ابزار سلکشن تولم یک کلیک بکنم، چون این بخش ها همش با هم گروپ شده، همشون برای من به حالت سلکت شده در میاد. حالا میخوام یکی از اونها رو سلکت بکنم، مجدد یک کلیک دیگه روی اون انجام میدم و میرم به حالتی که در واقع بقیه وکتورها میبینید فریز هستن و فقط روی، یعنی این علامت آبی اینجا که به من نشون داده میشه، فقط روی این وکتور من میتونم دسترسی داشته باشم. مجدد اینجا کلیک میکنم و برمیگردم به حالت اولیه. حالا اگر دایرکت سلکشن تول رو انتخاب بکنم و اینجا کلیک بکنم چیکار میکنه؟ برای من همون بخش رو با مسیر تعیین شدهش سلکت میکنه. این بخش رو به تنهایی سلکت میکنه. پس من اینجا متوجه یک چیزی میشم. دایرکت سلکشن تول همینجور که از اسمش هم مشخصه، دایرکت سلکشن تول برای من یک بخش کوچیک از یک وکتور رو سلکت میکنه که میتونم به صورت جزئیات و با دیتیل مشخص بکنم و روی اون عملیات انجام بدم. نکته که هست دوستان، این خیلی خیلی مهمه. هر وکتوری در نرم افزار ادوب ایلاستریتور از 2 چیز تشکیل شده: مسیر و انکر پوینت. یعنی هر وکتور بسته شامل مسیر و انکر پوینت هست. مثلا ما به بحث پنتول میرسیم، ولی الان میخوام یه چیزی رسم کنم. مثلا این یک وکتور هست که من اینجا رسم کردم. این وکتور شامل مسیر هست، به این بخش ها مسیر یا پس گفته میشه و این بخش ها انکر پوینت هستن. پس هر وکتوری از مسیر و انکر پوینت تشکیل شده. حالا من اگر به کمک دایرکت سلکشن روی یک وکتوری کلیک بکنم، قابلیت این رو به من میده که روی انکر پوینت ها و روی مسیرش بیام و تغییر اعمال بکنم. مثلا میام و روی این دایره کلیک میکنم، به من اجازه میده که این دایره رو دفرمه بکنم و تغییر بدم. همینطور میتونم کلید آلت رو نگه دارم، اون رو بچرخونم، اون رو کوچیک بکنم یا بزرگ بکنم. نکته که هست توی کوچیک و بزرگ کردنش، ببینید من ابزار دایرکت سلکشن تول رو انتخاب کردم، روی این بخش کلیک کردم و به من اجازه دسترسی به این ابزار رو میده. من میتونم این رو تغییر بدم و جابجا کنم بدون اینکه کلیدی رو نگه دارم. حالا اگر بخوام سایز اون رو تغییر بدم، نیاز هست که کلید کنترل رو نگه دارم. توی این حالت من سایزش رو میتونم تغییر بدم، ولی
مسئله که هست توی این حالت سایز شیپ من دفرمه میشه و همون شکلی که هست تغییر سایز نمیتونم بدم. برای این کار باید چی کار کنم؟ باید کلید شیفت رو نگه دارم و با این کار با جابجا کردن و ریسایز کردن شیپ مورد نظر به کمک ابزار دایرکت سلکشن تول دیگه من هیچ تغییر شکلی یا دفرم شدنی رو ندارم. پس کلیدهای آلت و شیفت رو همزمان نگه میدارم برای اینکه شکل من به صورت یکسان از لحاظ نسبت طول و عرضی تغییر سایز پیدا کنه. کار دیگه که میتونم انجام بدم این چیه؟ کلید کنترل رو نگه میدارم، میتونم اون رو بچرخونم به کمک در واقع این المانی که اینجا برای من ظاهر میشه، میتونم اون رو بچرخونم. حالا من این بخش رو سلکت کردم، میخوام رنگ این بخش و بخش پشتیش رو در واقع این قسمت نورانی و لامپ بک‌گراندش رو یک رنگ واحد بکنم. این قسمت رو سلکت کردم، حالا این لامپ رو سلکت کردم، این دی سلکت شد دیگه من ندارمش. چیکار میکنم؟ این رو که سلکت کردم کلید شیفت رو نگه میدارم و بعد از اون روی این کلیک میکنم، یا اینکه بخوام آبجکت های دیگه رو هم همزمان سلکت بکنم. همینجور که کلید شیفت رو نگه داشتم میام و هر چند تا آبجکتی که مد نظرم هست رو سلکت میکنم و همه اینها رو مثلا میتونم به رنگ سبز در بیارم. اوکی، این یک راهشه. راه دیگهش همینه که من بیام و هر دو رو بیام و به این شکل، البته نباید شکل دیگه تو مسیر من باشه. مثلا اگر بک‌گراند رو من بیام حذف بکنم میتونم با نگه داشتن این دوتا با درگ کردن همه این دو بخش رو سلکت بکنم، ولی چون که این بک‌گراند دوم هم توی مسیر من هست نمیتونم این کار انجام بدم و باید با شیفت سلکتم رو انجام بدم. پس اینجا فرق سلکشن تول و دایرکت سلکشن تول رو متوجه شدید. ابزار سلکشن تول به ما این اجازه رو میده که یک شکل کلی رو بیایم سلکت بکنیم. مثلا توی این حالت من اومدم این قسمت رو سلکت کردم، مجدد دبل کلیک میکنم و شکل‌های دیگر رو به ترتیب گروه شدن سلکت میکنم. اما ابزار دایرکت سلکشن تول به من این اجازه رو میده که بعد از اینکه یک وکتور رو سلکت کردم روی اون تغییر سایز، دفرم کردن، تغییر رنگ و المان‌های دیگر رو انجام بدم. حالا یک ابزار دیگه داریم به اسم گروپ سلکشن تول. این برای من چیکار میکنه؟ برای من وقتی یک بخش رو سلکت کردم میاد و گروهش رو سلکت میکنه. ببینید من اومدم روی این بخش کوچیک سلکت کردم، با دبل کلیک کردن یک بار دیگه بیام انجام بدم، میام و این وکتور کوچیک رو سلکت میکنم، یک بار دیگه مجدد کلیک میکنم و گروهی که بعد از این وکتور توی اون گروه قرار داده رو برای من سلکت میکنه. یک بار دیگه سلکت میکنم و کل کار برای من سلکت میشه. یا اینکه میتونم به کمک ابزار گروپ سلکشن در واقع این دست این کاراکتری که اینجا قرار دارم سلکت بکنم، یک بار دیگه کلیک میکنم، کلیه کاراکتر برای من در واقع سلکت شد. یک بار دیگه کلیک میکنم، قسمت صندلی برای من سلکت شد و اگر یک بار دیگه کلیک کنم قسمت برگ پشت سر برای من سلکت شد. پس اینجا من چندین بار گروپ انجام دادم و اگر منو الهام رو باز کنم میبینم که دقیقاً این اتفاق افتاده، یعنی کاراکتر خانم من اینجا گروپ شده از آبجکت های مختلف و این کاراکتر خانم در اسکیل بزرگتر با این صندلی گروپ شده، در اسکیل بزرگتر با این گل گروپ شده و در نهایت با بک‌گراند گروپ شده. پس من توی هر مرحله میام و در واقع یک مرحله از گروه خارج میشم تا اینکه برسم به آبجکت کلی و وکتور کلی. این مسئله برای موقعی به کار ما میاد که وکتور ما خیلی پیچیده است و برای اینکه گم نکنیم قسمت به قسمت و پارت به پارت با هم دیگه گروپ میکنیم و بعدا میتونیم برگردیم و گروپ ها رو از هم به این شکل تفکیک کنیم. این از بحث سلکشن تول، دایرکت سلکشن تول و گروپ سلکشن تول. نکته که میمونه
ابزار ماجیک وند توله. ماجیک وند تول برای من چیکار میکنه؟ ببینید من ابزار ماجیک وند تول رو برمیدارم، یک سلکت اینجا انجام میدم. برای من چیکار کرد؟ همه بخش هایی که رنگش به رنگ آبجکتی که من کلیک کردم نزدیکه رو در واقع برای من سلکت کرد. چرا نزدیکه؟ چرا دقیقاً خود اون رنگ رو برای من سلکت نکرد؟ چون میبینید این رنگ نارنجی اصلا با این رنگ یکی نیست. حتی اومده قسمت بدن این کاراکتر رو سلکت کرده، با اینکه اختلاف رنگ خیلی زیادی داره. برای این کار میتونیم چیکار بکنیم؟ برای این حالت، برای اینکه تنظیمات بیشتری رو بتونیم اعمال بکنیم، میایم و اینجا میتونیم تنظیمات رو اینجا لحاظ بکنید. ببینید اینجا تیک فیل کالر زده شده، یعنی ماجیک وند تول شما بیا برای من همه رنگ هایی که توناژشون به توناژ رنگی که انتخاب میکنم نزدیکه سلکت بکن. اما تولرنس من چند؟ 32. اینو بکشم تا آخر ببینم چه اتفاقی میفته. سلکت میکنم، ببینید همش سلکت شد دیگه، هیچی رو نمیتونه تشخیص بده. یک بار دیگه اینو میارم تا 0. سلکت میکنم، فقط خودش سلکت شد. الان سلکت میکنم، دقیقاً پارت هایی که با اون بخش هم رنگ هست رو برای من سلکت کرد. پس من حساسیت ابزار ماجیک وند تولم رو میتونم اینجا تعیین و تنظیم بکنم. یک امکان دیگه که مشابه ماجیک وند تول هست توی الستریتور، سلکت سیم هست که حالا توی قسمت سلکت حتما بهش اشاره میکنیم. فکر میکنم انتهای همین جلسه درباره‌اش یه صحبتی بکنیم اگر فرصت داشته باشیم. پس من اینجا متوجه شدم که میتونم تعیین بکنم که این ماجیک وند تولم بیاد با چه حساسیتی رنگ نزدیک به رنگی که انتخاب میکنم رو برای من سلکت بکنه. ببینید من حساسیتش رو بردم بالا و تقریبا همه رنگ هایی که توناژ کم رنگ دارن و رنگ پررنگی توشون دیده نمیشه برای من سلکت کرد. چرا؟ چون حساسیت پایین داره. من اینو مجدد به 0 برمیگردونم. حالا یک قابلیت دیگه که داره برای من چی هست؟ استروک کالر رو انتخاب میکنم که ابزار ماجیک وند تولم علاوه بر این که یک در واقع اون قسمت هایی که فیلشون یکی هست، اون قسمت هایی که استروکشون یکی هست رو هم برای من مشخص کن. با چه حساسیتی؟ با حساسیت 0. بذارید همون حساسیت بالا رو داشته باشیم، یه صحبتی بکنیم بعد بهتون میگم. میام و چند تا از این قسمت ها رو استروک میدم بهش. این بخش ها رو مثلا یک رنگ استروک میدم، بقیه بخش ها رو یک رنگ دیگه استروک میدم. و سایزش رو هم زیاد میکنم. بعد از اینکه یک بخش هایی رو بهش استروک دادم، میام و ابزار ماجیک وند تولم رو انتخاب میکنم. اینجا سلکت میکنم. ببینید دقیقاً اومد همون کاری که قبلا صحبت کردیم رو انجام داد دیگه. با دقت پایین اونهایی که فیل رنگشون متناسب با این حالت برای من پیدا کرد. حالا میام بهش میگم علاوه بر این کار، اونهایی که رنگ استروکشون هم با رنگ استروک این آبجکت یکی هست رو برای من انتخاب بکن. چیکار میکنه برای من؟ ببینیم. ببینید آبجکت هایی که استروکش نزدیک هست به این حالت رو برای من انتخاب کرد. مثلا این بخش که استروک داره رو انتخاب نکرد چون فیلش نزدیک نبود. حالا میام دقتش رو زیاد میکنم، در واقع تولرنس رو 0 در نظر میگیرم و یک بار دیگه میام و با ابزار ماجیک وند تولم سلکت میکنم. این بار برای من تعداد کمتری رو سلکت کرد. حالا
میام علاوه بر این میتونم یک کار بکنم، مثلا فیل رو بردارم و بیام به ماجیک بند تولم بگم فقط اونایی که استروک دارن رو برای من مشخص کن. فقط اونهایی که رنگ استروکشون با رنگ استروک آبجکت مورد نظر من یکی هست رو با دقت بالا برای من تعیین کرد. مثلا اینجا استروکش سبز بود و برای من در واقع سلکت نکرد، ولی حساسیتی درباره سایز استروک نداره. مثلا این استروک سایزش نسبت به خود آبجکتی که سلکت کردم کمتره. حالا میام این تیک رو هم میزنم و بهش میگم دقیقاً استروک هایی که ضخامتشون هم با آبجکتی که من سلکت میکنم یکی هست رو انتخاب بکن. این بار که سلکت میکنم فقط بخش هایی که دقیقاً با اون یکی هستن رو اومد برای من انتخاب کرد. میتونم حالا تیک اوپاسیتی رو بزنم بگم که حالا اگر اوپاسیتیش رو برای من تعیین بکنی، اگر بلندینگ مود دارم اون رو میتونم اینجا تعیین بکنم و پارامترهای دیگه. کاری که ماجیک بند تول میکنه همون در واقع ما کاربرد ماجیک بند تول رو توی فتوشاپ اگر کار کرده باشید بیشتر درک کردیم. در واقع قسمت هایی که همسان هستن رو برای من سلکت میکنه. این ابزار بسیار 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 وقتی که کار من شلوغ میشه میتونه به من کمک کنه توی پیدا کردن در واقع قسمت های همسان با بخشی که سلکت کردم. این از ماجیک بند توله. اینجا میتونم ریست بکنم، قسمت استروک آپشن رو هاید بکنم یا ترانسپرنسی رو هاید بکنم به این شکل. یعنی میتونم امکانات کمتری رو در اختیار داشته باشم. این از این مسئله. و ابزار آخری که در باش قرار بود صحبت بکنیم ابزار لاسو تول هست. لاسو تول هم یک بخشی از اون ابزارهایی هست که توی فتوشاپ خیلی بیشتر ازشون استفاده میکنیم. اما چرا تو دسته ابزارهای سلکشن قرار دارن؟ چون لاسو تول هم برای ما سلکت انجام میده. به چه شکل؟ لاسو تول یک بخش مشخصی از شیپ رو برای من مشخص میکنه. اگر یادتون باشه من گفتم ابزار دایرکت سلکشن به من امکان این رو میده که روی شیپ مورد نظرم که شامل مسیر و انکر پوینت هست تغییر ایجاد کنم. مثلا من وقتی دایرکت سلکشن رو انتخاب میکنم میتونم این شکلم رو تغییر بدم، شکلش رو. از این مسئله. حالا وقتی لاسو تول رو انتخاب میکنم میام و یک بخش مجزا یعنی یک بخش کوچیک از این شکل رو انتخاب میکنم و اون رو در واقع میتونم درگ بکنم. مثلا من ابزار لاسو تولم رو برمیدارم و این کاراکتری که اینجا هست رو سلکت میکنم. میبینید برای من بخش هایی که مشخص کردم سلکت شد و اگر اون رو بردارم البته با آن گروپ کنم و از آن گروپ کردم میام و این بخش کاراکتر مورد نظرم رو سلکت میکنم. ببینید این بخش مجزا رو برای من سلکت کرد و میتونم این رو سلکت بکنم، گروپ بکنم، میتونم کلید آلت رو نگه دارم و این رو کپی کنم ببرم یک جای دیگه، مثلا یک کاراکتر دیگه باش بذارم، یا مثلا این رو بیام سلکت بکنم بیام بذارم مثلا این کاراکتر خانوم رو یا این کاراکتر رو اصلا میام این کاراکتر رو تبدیل میکنم به این کاراکتر. اوکی و میذارم جای این یکی کاراکترم بمونه. میتونم برای اینکه یک در واقع همپوشانی با بک‌گراند نداشته باشه رنگ لباس رو هم بیام و تغییر بدم. اوکی به منوی لایه ها میرم و این کاراکتری که مجزا انتخاب کردم رو میام و وارد لایه‌ای میکنم که این کاراکتر خانوم من قرار داره.
به این شکل اومدم و این کرکتر رو جایگزین کردم. حالا اینجاش رو نیاز یک مقدار اصلاح کنم که فعلا توی این پروژه برای من اهمیتی نداره. میبینید مثلا با لسو توپ میام یک بخش مشخص رو انتخاب میکنم، مثلا فقط میخوام همین رو انتخاب بکنم. از منوی لایه ها هم نمیتونم برم بگردم و پیداش کنم. با لسو تول انتخاب میکنم و میام جابجا میکنم. کیدات رو نگه میدارم، جابجا میکنم و میتونم اسکیل بدم، بچرخونم یا هر در واقع عملیات دیگه‌ای که نیاز باشه رو میتونم انجام بدم. یک ابزار تقریبا کم کاربرد هست لسو تول توی کار وکتوری و من به شخصه زیاد از ابزار لسو تول استفاده نمی‌کنم، ولی ماجیک وند تول، سلکشن تول، دایرکت سلکشن تول بسیار ابزارهای پرکاربردی هستن و تقریبا در هر پروژه هر جای اجرای اون هستیم به کار ما خواهند اومد.